این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانیا، مگر خویشتن شاد گردانیا. این زمین را ارج از عرش است. شنونده عزیز، شما خوانشی بدیعی را تحت عنوان داستان نازکل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمد میشنوید. داستانی نازکل. یک قوزه گلم در لبی ناوردانه. آغاز گفتار 28. شنونده ارجمند، در میان آثار مردمی به ترانه برخوردم که بوی قدیمه دارد. سخن از نام شهبال می رود. اسمی خیلی کمیاب و نادر است. گمانم به هر وسیله خلق آن را حفظ کرد. ریشه محبتش را به این نام یاد ندارد، ولی ویردش داشت. بگیریم که به یاد شهبال مبارز است که عربها را شکسته بود، یا در این مورد ما غلو میکنیم. اگر شهباز شاهی است یا همانباز، غلط فاحش نداریم، ولی دقیق است که سیاست عرب همین نام را مطلقا از معرکه بیرون کرده بود. چنانه که مردم میسرایید: ای بچه جان سایه دولت باشی، شهبال سفید روی ولایت باشی. اینجا نمونه های سیاست و نظر میرسد، مثل که شهبال سفید این همون شهبالی هست که شاید نام این قهرمان هست و سفید به معنای نیکمرد را نیز داده است. با هر رنگی باشد شهباز و شهبال و باز و شاهین رمز و نمای قهرمانان دیارند. به نقل نظامی در بخش داستان بلبل و باز در مخزن الاسرار پاسخ باز به بلبل خیلی غلطی است. من که همه معنیم این سعیدگاه سینه کپکم دهد دو دست شاه. از بیت‌های کلاب غریب دشتک کلاب غریب، بیمار شدیم بسر نداریم طبیب. لعنت به کسی که از وطن کنده شود، افته به غریبی و به کس بنده شود. یا سرچشمه باغ بلبلان وطنم و همچنین کو اپای دلسوز که بدو زکفنم. یا یک دسته گل از بدخشان مایم، دور از وطن و جدای یاران مایم. همزمان اپا به قراتگی نی خواهر به حصار، اپا گل سنجتای خواهر گل نار. یا این نقش به دیوال قلم میبینم، ای بیوطنی به خود علم میبینم. برملا می شود که یکی از دیگر موضوعات ربایی و دو بیتی های خلقی مشکلات دور از وطن بودن و سختی های غریبی است. در همین رو می توان ایجاد مردمی را کتاب جغرافی محل یا منطقه همزمان دانش‌ها از تصورات و باورها قلمداد کرد. در ربایی ها نام محل و دهات، قداوت، دره و برزن و پشته مثل بلجوان، افردی، کندانی، ایلانی، لیرانی و در بیت‌های دریای کلان میره و لیرانی
یا بدک، توتک، دره مختار، سنگاوی ملاکانی، خارای دره مختار، سر در فلک، سنگاوی ملاکانی، همش نمک، یا دریای سرخاب، ای آب سرخاب تو علمها دارم. یا محلاتی مثل غرمشا، دشترا، داراوی، در مثال در دشتک داراوی یا در دشتک دشترا، ریخت جاله، در کاکل یاری ما شکفته لاله. و محلهای پروسعت سری خاصار، خاولینگ، بلجوان، مومن‌آباد، دشت جم، دشت تیره را بارود و چشمه های زلالش می توان ورخورد. همزمان یاد شدن کلاب، کنگورد، حصار، درواز، خراتگین، غرم، بخارا، بدخشان، بلخ و سمرقند و غیره خیلی مهم می نمایند. مثلا در بیت هایی که بالای حصار کپه های نیپوش، پایان حصار دیگ های در جوش، یا در صفت فیض‌آباد ای جوره جام بیا بریم فیض‌آباد، و درواز من ششته بدم ایور و آواز آمد، شیرینه که من ایره درواز آمد. یا قراتگین غرب دستمانه دست ما به دریا رفته، شیرین اکجان سیل بخارا رفته، شیرین اکجان ایره بخارا چی خبر، میرای قراتگین کشتم به تور. یا در باب بدخشان و بلخ و سمرقند ای یار سمرقندی به من قند بده، از کاکل خود به من میان بند بده. یا بخارا اینجا گل است در بخارا گشنیز، من روی ترا سری ندیدم هرگیز. و همزمان شهرهای ذکر می شوند که در حدود منطقه های ما نیستند، مثل بغداد، شام، یمن، روم، خوتن، خیتای، بلغار و غیره. مثل دستک تگیرم برون به شهر بغداد، یا گر ملک تو تا شام و یمن خواهد بود و سرحد روم تا خوتن خواهد بود. همه اینها یک مناسبتی هستند که شاید به رابطه های تجارتی و یا خواندن کتاب ها در ارتباط باشند. استفاده تشبیه و استعاره و دیگر ژانرهای بدیعی مهارت شاعران و گویندگان خلقی را برملا می کند. در رباعی و دو بیتی ها که پیشنهاد می شوند و در جریان رساله رقم می زنیم نمونه برجسته‌اند. بررسی دیگر باره را حاجت گمان می کنم که نبود. در برابر ژانرهای بدیعی استعمال شدن مقال و مثل و متل‌های خلقی خیلی زیبا و دلچسبند. در میان مردم به پریدن چشم فال میزنند که حادثه خوب یا بدی در پیش است. از مردم پریدن چشم چپ و از زنان چشم راست بروشنی است. آنها میگویند گه چشم چپم میپره گه چشمک راست، تا لرزه به تن دارم یارم به کجاست. در میان طایفه های خلق تاجیک مشاهده ها به هر رنگ توصیف میشوند و تعبیرات نیز هر گونه است. در رباعی که قهرمان تکیه به عرف دارد منتظر به شادی و خرسندی است، مثل چشمم بپرید و ابرویم بازی کرد. مقال مردمی که به بی‌اعتباری و عزت ننهادن شخص و عمل صحیح اشاره دارد خیلی زیبا ایفاده شده است. صبح سحری ز دامن شام گذشت، خرب زری پخته را زری خام شکست. شنونده ارجمند، از دوران بچگی و نوروسی یادم می آید که بازار پرندگان را میماند دهاتی ما. خاصه بلبل خیلی زیاد بود. در ادبیات جهان و مردمان گوناگون زبان بلبل به خاطر آوازش ستایش می شود و گویا زبانش را همه می فهمند. افلاطون بلبل را علامت تاموراس، رامشگر عهد باستان دانسته بود. شاعران او را رامشگر عشق و واحد میان عشق و مرگ توصیف کردند. شبها که بالای سفره می خوابیدیم بلبل افسونگری می کرد و دم صبح خوانشش را تغییر می داد. همین حالت در ادبیات شفاهی به چند رنگ جلوه می خورد. ما بید شوم قد تر سایه کنم، بلبل شوم و داغ تر ناله کنم. همان مضمون و محتوای ادبیات حرفه‌ای در خوانش‌های مردمی عینیت دارند. کجاست بلبلی که در چمنستان نباشد؟ من بلبلم و یاد چمن کردم باز، میل گل و لاله و سمن کردم باز. در صفت بلبل زیاد گفتند، از سوز و شیونش در هجران و فراق گل و گلبن. دیدار و شمیم گل برایش سعادت و چمنستان منبع الهام است. بیان نمیتواند چنان انسان بی وطن. در هر سرود انسان کام ناکام از درد زادگاه
و آب و خاکش پاره پرسوزی ایجاد می شود. سرچشمه باغ بلبلان وطنم، خوشباد و هوای بوستان وطن. یک عالم پر از شور و شور را می توان در فولکلور پیدا نمود که مرغوبترین آثار ادبیات است. از جمله مرغان خوشخوان، دلبر و زیب و آرابخش طبیعت دیهات و خاصیت‌های ویژه کاربرد شده‌اند. این همه دانش و مشاهده و قرین بودن با طبیعت است. کی و کدام جوان امروزه نام پرندگان را می داند؟ از فرق ساز و صدایشان جای گپ هم نیست. کبک، ساچ، زرغاو، زلیج، سبا، کفتر، قمری، فاخته، موسیچه، گنجیشک، بدانه، اکه، مینه، سنگ گودوک، حلاجی، قراخ، کرکراوک، عقاب، کلخاد، شاهین، باز، باشه، زاغ، کرگس، کلمرغ و غیره از جمله اند که مقدارشان به مراتب کم شده است. نسل نو بیشتری آنها را در کتاب می‌خوانند و در باغ وحوش تماشا می‌کنند. می‌شود بار دیگر از خرد ازلی مردم گفت. آنها با پرندگان دلبستگی دارند که سازگار محیط زیستشان بوده است. چنانکه در باب مینک مرغ هندی است صفت موجود نیست. پدیده و حادثه‌ای که در زندگی واقع می‌شود و خلق به مشاهده می‌گیردش هنگام تصویر در مقایسه و تناسب نمایان می‌گردد. همین رنگ قانونمندی ادبیات حرفه‌ای است. سخن را کشال نمی‌دهم. مثلا پیش زلف چو کبک خسته جگر زیر چنگال باز می‌غلطم. این بیتی است از حقانی شیروانی. در روبایی‌ها همین شیوه مشاهده می‌گردد. فقط کفتر و زاغ تناسب قیاس شده است که به ذهنیت مردم عادی موافق می‌باشد. کفتر بچه را به باغ می‌بینم من، جولیده و بی‌دماغ می‌بینم من. کفتر بچه را به خون دل پروردم، امروز به چنگ زاغ می‌بینم من. همین زاغ است که هیچگاه نقشی نیک در ادبیات ندارد. در بیشتری فرهنگ‌ها رمز شوم است و خودبینی. آدمی پرگو و دوز را هم زاغ میگویند که از طبیعتش تخصیص کردند. در اصل زاغ پرنده داناست. مدام از صدا و رنگش نمونه‌های بد را به مثال میگیرند، ولی مردم گاهی امیدوارانه از آن یاد میکنند. قهرمان خوب میداند که به امید زاغ نباید بود که نیکی از اون نمیروید. باز هم به سادگی میگوید: ای زاغ سیاه که میروی گوشاد کر، خبر مرا به پیش آتم ببر. در زمانی که ما در دیهات بودیم در آنجا زاغ خیلی زیاد بود و مطابق شده و از بیرو و بیریایی مقدارش نکاهیده است. هر وقت قرقرش تنین میانداخت کلانتران برابرش میگفتند قرقرت سرت بخوره. خیالشان سبب سردی ها بود و خبر مردار با شنیدن صدایش منتظر میشدند. تا کجای همین مشاهده ها اساس داشت. ما بچه های ده یقین میکردیم که با زیاد شدن شماره زاغان کام ناکام برف میبارید. از همه جانور دوست داشته کوهستانی کبک است. هم زیباست و هم ضعیف و بیچاره. در بیشتری حوالی ها کبک قفسی را دیدن ممکن بود. در دشت کبکان ادیری و سورگ را. از ققره صبح و بیگاه دیه در خنده می شد. گویا پروردگار کبک را برای زیب طبیعت آفریده. برای وقت خوشی در روزهای جشن کبک جنگ معروف بود. برای من دوستم یوسف که با لقب یوسف گاوک شناخته می شد کبک سورگ حالا دستآموز نشده هدیه کرده بود. برایش قفس هم خریدم اما در خانه دیر نپایست. در یک روز بهار از قفس بیرونش کردم و دیگر پیداش نکردم. مادرم برای دلی من زیغ شد و پدرم خرسند که جای کبک ادیر است. بین مردم باور هم بود که اگر زنی آبیستن به کبک گداش خور شود مثل او طولی خوشچهره قاش پیوند می زاید، ولی عمری دراز نمی بیند و به اجل خود نمی میرد. سبب مرگش تصادف، جنگ یا صدمه خواهد بود. خب این آنچه ما گفتیم این از مشاهده های مردم است یا اینکه به طریق دیگر میگویند یک نوع فالزنی مردم است. ولی در روبایی و دوبیتی ها زیبایی، خیرام، صدای شیوای کبک ستوده می شود. اگر در ادبیات هند کبک کنایه از چشمان زیبا باشد، در غزل‌های شاعران کلاسیک راه رفتن زنی مغرور و رعنا در قیاس گرفته می شود.
در میان مردم وابسته به خاصیت‌هایش مثل بیکسی و بی‌پشت-و-پناهی که دلسوزی و خیرخواهی را با وجود می آورد سراییده می شود. ما کوگانیم الچه ما در کمره، ما را می برند آچه ما بیخبره. همزمان کپ به صورت عاشق و معشوق تصویر می گردد و تشبیه می شود. در همین حالت ایجاد خواندنی و دلبر می نماید. مثل که مردم خیلی زیبا می گوید در لبه که بام ششته ای کوگی داری، رخساره عرق کرده ای مانندی پری. ای کپکی دری بیا با پهلویم، خوابت ببرد سر زانویم، بنشین دمی سر به دل جویم، تا با تو کمی راز دل گویم، بنشین دمی سر به دل جویم، تا با تو کمی راز دل گویم. شراب است الا ای دلبری من، دو چشمت نرگسی از باغ ناب است، بودی ماه پیکری من. نگو قصه تو از روز جدایی الا ای دلبری من، که بی تو زندگی نقش حباب است. ای کپکی دری بیا با پهلویم، خوابت ببرد سر زانویم، بنشین دمی سر به دل جویم، تا با تو کمی راز دل گویم، بنشین دمی سر به دل جویم، تا با تو کمی راز دل گویم. مردم ناز کن با من مگرنه، بودی ماه پیکری من. خودت دانی خلایق هم بداند الا ای دلبری من، تو رو من دوست می‌دارم مگرنه. ای کپکی دری بیا با پهلویم، خوابت ببرد سر زانویم، بنشین دمی سر به دل جویم، تا با تو کمی راز دل گویم، بنشین دمی سر به دل جویم، تا با تو کمی راز دل گویم، بنشین دمی سر به دل جویم، تا با تو کمی راز دل گویم. انجام گفتاری 28. شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان نازگل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراران و کارگردان زبیدالله جان محمدов شنیدید.